سلام، من فاطمه هستم، فیزیوتراپیست و اینجا کانال منه. قرار اینجا کلی ویدیو بر اساس آخرین مقالات روز دنیا، علمی و کاربردی در یک کلمه بمب باهاتون به اشتراک بذارم. پس سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندین. امروز یکی از مراجعین قدیممون برای تشکر به کلینیک اومده بود. برای حل شدن یک مشکلی که هر ماه تمام برنامه‌ریزیاشو به هم میریخت. دردهای دوران پریودی. بله، این مراجع عزیز ما هر ماه به خاطر دردهای شدیدی که در ناحیه شکم، کمر و لگن داشت کل برنامه‌ریزیاش به هم میریخت و دچار مشکل میشد. ما هم اومدیم یک نسخه 3 قسمتی براش تنظیم کردیم که با کمک اون تونست این دردها رو کنترل کنه و کیفیت زندگیشو بالاتر ببره و میخوام این نسخه 3 قسمتی رو با شما عزیزا به اشتراک بذارم. در دوران قاعدگی یا پریود یک سری هورمون‌هایی ترشح میشه که این هورمون‌ها منجر به ایجاد یک سری التهاباتی در بدن میشه که این التهابات عامل انقباض شدید عضلات شکمی، کمری و لگنی. بخش اول نسخه ما شامل یک گروه از تمریناتی میشه که باعث میشن اون انقباضاتی که راجبشون حرف زدیم به حداقل ترین حالت ممکنش برسه. اما یه شرطی داره، شما باید این تمرینات رو از 1 هفته قبل از دوران پریودیتون تا اواسط این دوران انجام بدین. بزن بریم که انجامشون بدیم. تمرین اول تمرین کشش کبراست. روی شکمتون دراز میکشید، دستها کنار بدن قرار داده میشه، آرنج ها رو صاف میکنید، سر و گردن و شانه رو به سمت عقب میارید، یک کشش به کمرتون میدید و مجدداً سر و گردن و شانه رو روی زمین میذارید. حین بلند شدن از روی زمین عمل دم و حین برگشتن به حالت خوابیده عمل بازدم رو انجام میدید. تمرین دوم چرخش لگن. روی کمر میخوابید، زانوها خم باشه، لگنتون رو به سمت کمر میچرخونید، کمر باید به زمین بچسبه و مجدداً به حالت قبل برمیگردونید. تمرین سوم تنفس دیافراگماتیک. همینطور که روی کمر خوابیدید و زانوهاتون خم هست، یک دست رو روی شکم قرار میدین و یک دست رو روی قفسه سینه. عمل دم و بازدم رو انجام میدید. به جای حرکت قفسه سینه به سمت بالا و پایین، شما در حین عمل دم و بازدم باید شکمتون رو مثل بادکنک باد و خالی بکنید. در حین عمل دم دستی که روی شکم بالا میاد و در حین عمل بازدم دستی که روی شکم پایین میاد و کاملا شکم به کمر میچسبه. تمرین کت کمل. 4 دست و پا قرار میگیرید، مچ دستتون برابر با شانه‌تون باشه و زانوها برابر با لگنتون باشه. ستون فقراتتون رو به سمت بالا قوس میدید، چونتون رو میارید به سمت قفسه سینه‌تون نزدیک میکنید، یک مکث کوتاه میکنید و بعد دوباره ستون فقرات رو به سمت پایین گود میکنید و سرتون رو به سمت عقب میبرید. تمرین چایلد پوز. 4 دست و پا قرار میگیرید، زانوها بیشتر از عرض لگن باز، مچ پاهاتون نزدیک به هم دیگه، کمر و لگن رو به سمت عقب میدید، آرنج ها کاملا صاف و بدن رو به سمت عقب میکشید. قسمت دوم این نسخه شامل استفاده از یک سری از مکمل ها مثل ویتامین های B6، ویتامین D، ای و منیزیم هستش که دوز مصرفی اونها رو پایین براتون نوشتم. و در نهایت قسمت آخر نسخه ما شامل رعایت یه سری از نکات کلی هستش، مثل پیاده روی 5 دقیقه هر 2 ساعت یک بار، استفاده از لباسهای راحت و گشاد، استفاده از کیسه آب گرم روی ناحیه شکم، کمر و لگن و به حداقل رسوندن مصرف کافئین و الکل. شما میتونید دردهای دوران پریودیتون رو با استفاده از این نسخه راحت،
کاربردی و البته جادویی توی خونه به شکل قابل توجهی کم کنید و کیفیت زندگیتون رو بالاتر ببرید. لطفاً سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو فشار بدین و لایکمون هم بکنید. مرسی.